چرا غم میخوری از بحر مردن؟ آنهایی که غم خوردن نمردند، رو از گورستان نظر کن ببین مردگان با خود چه بردن. سلام دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال آموزش یوتیوب برادران. امروز یک روز خرسندی بازی با دقت گوش کنید. من شما دا گپ میزنم با فکر من که شما هم شاید خرسند شوید. برادران، امروز مادر من از حج عمره باز میگرده. با فکرم که هر یک تا شما این آرزو را دارین، الهی به آرزوتون برسین. فقط در دل نیت باشه، اگر همش میشود. برادران، کدامی در خرسندی ما شریکای میتونین فکرتون در کامنتر بنویسین و من همچون یک بلاگر بفهم که در باری ما کی هسته و در خرسندی ما کی شریکای. از کامنتاریا خودش معلوم میشه. برادران میتونین فکرتون بنویسین در کامنتاریا. بعد من میبینم که مثلا چند مخلص دارم و چند دوست دارم یا رجوع رفیق دارم که در بری من همیشه در خرسندی و در ناخرسندی فرق نداره. در همه روزی بعد نیکش در بری من از امیر روی کامنتاریا معلوم می شود. و امروز آرزوی هر یکی شما هست و فکرم که مادراتون حج روی کنین و الهی در آرزوتون برسین. از حج عمره یک کمی نوار هسته میمونم، نگاه کنین بعد امی ویدیو. و وقتی که نوار آدم تماشا میکنه با فکر ما که خیلی در آرزو میکنه که همجا برم یا که مادر مرایی کنم، پدر مرایی کنم. هم خیلی آرزو میکنه هر یک شهروند. برای ما نوارات بعد ویدیو میمونم، تماشا کنین و فقط از شما یک چی خواهش میکنیم که همین کانال ما دا کمتر دیگه مونده که 10,000 پادپیس شوه. برای 10,000 ابونه چیدن یک کمی دستگیری کنین. کدامی اگر که پادپیس نکرده ابونه شوین، پادپیس را بجخین. کانال ما 10,000 شوه، سوجت کانال گیران میشه. برادر، وقتی که سوجت کانال گیران شید، برای یک چیز اعلام کردن این چیزی آسانه و تیز پخش میشه و مثلا لوبای کارتا بود میکنیم. مثلا گفته بودم که اگر که 10,000 پادپیس شوه همه زبورا را بسیار میکنیم، یعنی آدمایی که محتاجمند، بیمار، کسلی همینا را زبور میکنیم که کدامی اگر میخواه یاردمی خچه میرسونن. برادران، دینا یک زبور بود ما درست کردم شه، بعد درست مخم کردم. مثلا از همتون باید یه بار دیگه مینت دارم که 8,470 سومانی جمع شده. پسر بسیار خرسنده و بیمار 18 سال شد راه نمیگرده و به همیشه هم شکر کرد و بسیار خرسند شد. دل یک کس خرسند کردن این کاری خوبه. چه خیلی که شاعران گفتند دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. برادران، یک دل خرسند کردن خودی که حج رفتگی حساب میخوره. برای ما هیچ وقت دل یک کس نآزارین. اگر که بتونین فقط دلتیری کنین، دل یک کس خرسند کنین، سر یک یتیم سیله کنین و اگر که شرایط داشته باشید همیشه محتاجمند یاردم کنین. اول خیش بعد درویش. اول خیش خطا یاردم کنید بعدن بیگانه را. باقی سربلند و خانه آباد باشید. اگر که کدامی در کانال های یوتیوب در کره من اساس کانال های یوتیوب زنی مثلا میکنم، این اینجا رقم های واتساپ میموندگی میتونین که کانال های یوتیوب خریداری کنین. ای 300 پادپیس چک داریم تو 80,000 پادپیس چرا هسته. زنگ بزنین یا که بنویسین، در سوالای شما ما حتما جواب میدم. خانه آباد و سربلند باشین. نوارا تماشا کنین.